مخلوق این دنیا چیز عرض کنم یا با هوای داشتیم نه با آدمی داشتیم نه هوای داشتیم اومدن و گفتن نونیم چجور بکنیم چجور بکنیم اون یه دون جوی یه دون گندمی عصبی نشستن یه شیلی درستی کردن تر بچه آدم دست پا تیه همه چی عجل درستی کردن ای گفتن ما دلمو بچه خو نونیم چجور بکن راستی گفتن یه دون جوی گندمی یه چی بریسه نه هوا تا بخوره تا کمش بال بکنه و من اجدان خواه کم نه هوا بال که مثل نغاره ایگو گفتن الان ای پوکه اومدن شیطون رسی و گفته لغتی بزنید تو کمش تا یه چی پیدا کنه اومن لغتی زنه نه هوا پیدا که دو تا سولاق پیدا که زور بکنی مگه تعریف همین هستیم بکن خب ایچ اومدنم هی بچه شیلی درستی کردن هی چشم چیاش درستی کردن گفتنی ما یه بچه شیطون هی با هم اومدنم نه هوا نه دانه با هوا و با آدم عامله شد یه دختری بگیر شما باز دوباره او دختر پیسر او دختر یه پسری گیر شما هی پیسر دختر پسر گیر اومن و دختر دانه پسر ای دنیایی که تو ای بینی تمام و عمل اومده ای خاک ای بچه که و خاک درستی کردنو ایسا همین نه یکی دیر از این چی ای میره ایگون ای باطله خاک عمل آبیده و ای خاک هم برزرگل ای جور شده ای دنیا و دوتا برپا آبیده میفهمی؟ میفهمم چی ایسا ده بسیار آبیده خوراک ما بلوت هم میشناسی؟ بلوت اولاد دخیلی ای آورده یا دختری یا پسری دخیلی جفتی آورده جفتی آورده یکیش کرب یکیش دختر این گل و اون گل عملا بده ایما بلوت خوردیمه دوغ زدیمه حیوان داشتیمه ایما همه تکبیر داشتیمه که توی بچه عملی اومده کی شانه دراز کرده کی نونم چی کرده ایگم ای ترازی تو میفهمی؟ یکی من ایگم سال تا سر کره دباسی شوهر بکنی مشایخ اینجا نبود